دعای زنده دلان صبح و شام یا حسن است. در آغوش حضرت کریمه آل طاها فاطمه معصومه سلام الله علیها ذکری از امام مجتبی علیه السلام ببریم که دعای زنده دلان صبح و شام یا حسن است، که موی تیره و روی سپید با حسن است. مبین ز نسل حسن هیچ کس امام نشد، به حسن ببینی اگر همه را حسن است. به کفر گفت که دست حسن دوایی نیست، درست گفت برادر خود دوا حسن است. حسین نهی به قاسم دهد حسن دستور، حسین نهی به قاسم دهد حسن دستور. ز من بپرس که سلطان کربلا حسن است. بخوان به نام پسر تا پدر دهد راحت، بیا که کنیه شیر خدا ابا حسن است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به روی ماهتون، سلام به بلند بالای نگاهتون، سلام به همه اونایی که در واپسین نفسهای ماه سفر، ماه اسارت آل الله علیهم صلوات الله اجمعین، ماه داغهای مکرر و ماه زخمهای کهنه آل الله علیهم صلوات الله اجمعین، دلشون پر میزنه واسه عرض ادب محضر مقدس حضرات آل الله علیهم صلوات الله اجمعین. به یاد خدای شبکه قرآن معارف سیما خیلی خوش آمدید. الهی که خوب باشید نازنین مردم ایران همیشه اسلامی. ما این توفیق رو داریم که در روز رحلت شهادتگونه وجود نازنین پیامبر عالی مقام اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه و شهادت آقا جانمون حضرت کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام پیش روی چشمان شما زیبا پسندان باشیم. اما توفیق این رو داریم که استفاده بکنیم از محضر علمای اعلام آیات اعظام حجج اسلام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای محمدی شاهرودی عزیز اینجا هستند. بهشون سلام میکنم. خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز بیننده و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات و افزون، روز قبول طاعات، عبادات، عزاداری های این 2 ماه که بسیار مغتنم بود و بسیار ارزشمند. همین برنامه‌ای که الان میبینن که من اصلا عارف قرآن و اطرت درش مطرح بشه که چه بسا ساعتش از 1000 سال عبادت فضیلتش و ثوابش بیشتر باشه، چنانکه در نقلی داریم. و عرض تعزیت و تسلیت دارم ایام رو خدمت دوستان عزیز بیننده و خدای متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم ان شاءالله که آنچه که مورد رضای خداست و باعث فضیلت این ایام، بیان فضیلت این ایام خواهد بود، انشالله بر زبان ما و شما جاری بشه و انشالله که برنامه مفیدی برای دوستان عزیز بینندمون باشه. حتما همینطوره. با حضور حضرت عالی عرض کنم محضر شریفتون که آقا خوش فرمودید که این ساعات و آنات و دقایقی که در محضر قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام داریم نفس میزنیم خیلی قیمتی و خریدنی. الحمدلله، خدا رو شکر. میخوام از شما بپرسم در رابطه با فضائل و مناقب آقا جانمون امام حسن مجتبی علیه السلام که بشنویم و سعی بکنیم ان شاءالله مسیری باشه واسه امتداد راه این امام عالی قدرمون. بله، امام مجتبی علیه السلام در تاریخ هم مظلوم واقع شده، در بین ما شیعیان هم مظلوم واقع شده. خب شهادتش یکی از اون ایام شهادت مقارن با شهادت پیامبر و معمولا تحت الشعاع قرار میگیره. میلادش هم در ماه مبارک رمضان، نیمه ماه مبارک رمضان. خب تو ماه رمضان دیگه نه شربتی نه شیرینی نه جشنی که بخواد به اون صورت برگزار بشه و در طول سال هم کمتر یادی از امام مجتبی میشه، در حالی که امام مجتبی علیه السلام با امام حسین تفاوتی ندارن. همه اون فضائل و مناقبی که دوستان راجع به امام حسین شنیدن، روایات ما عنایت داره که این 2 بزرگوار و این 2 سبط پیامبر رو با هم قرین قرار بده. شما حتی تو مثلا فرض کنید زیارتنامه ها به این 2 تا با هم سلام میکنید. مثلا فرض کنید روز دوشنبه که متعلق به این 2 بزرگوار هست به هر دوشون سلام میکنید. احادیث پیامبر که خیلی هم زیاد داریم، شیعه و سنی نقل کردن و پیامبر عنایت داشت
که برای اینکه مردم بعدا راه رو گم نکنن و ما سألتکم من اجر الا ان یتخذ الی ربه سبیلا، اون اجری که من گفتم که و ما اسألکم من اجر الا ان و ما اسألکم اجرا الا المودة فی القربى، که من گفتم اون مودة فی القربى راهی است که شما رو مقصد میرسونه. برای اینکه این راه روشن بشه، یا الا ان یتخذ الی ربه سبیلا، همین که اون اتخاذ سبیل در واقع همین خود مودت اهل بیت، یعنی اگر ما در چارچوب مودت اهل بیت حرکت کردیم راهی است، چون اینها خودشون راهن. انتم الصراط الاقوم، فرمودن نحن الصراط علی صراط المستقیم، خودشون راهن. امام صادق فرمودن که سوال کردن اون صراطی که انسان باید ازش عبور کنه تا وارد بهشت بشه که در داخل جهنم هست، که در قرآن داریم که و منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، حتما. سوال کردن اون صراط چیه؟ فرمود هما صراطان، صراط فی الدنیا و صراط فی الاخره. جانه دو تا صراط است، یک صراط در دنیاست، یک صراط در آخرت. صراط دنیا هو الامام المفروض الطاعه، خود امامه. حالا هر کس امام رو شناخت و تحت ولایت امام بود در دنیا، از اون صراط آخرت که چهره دیگری از صراط است که احد من السیف ادق من الشهر، از مبارکتر از شمشیر تیزتره، تو همین دنیا از اون صراط عبور کرده. قبل اینکه جهنمی به وجود بیاد شعله ور بشه، او از جهنم عبور کرده رفته داخل بهشت شده. شاهراه مسیر اهل بیت علیهم السلام صراطند. خب امام مجتبی علیه السلام در فضائل منام اون که از پیامبر رسیده که عنایت پیامبر همین بود که راه رو نشون بده به مردم که راه اینه. آیه قرآن هم همین میفرماید. اول میفرماید که ما اسألکم علیه من اجر و ما اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى، بعد اینجا میفرماید که ما سألتکم من اجر فهو لکم، اون اجر من خواستم برای من نیست، برای خودتونه، مودت اهل بیت به نفع خودتونه. اینجا میفرماید اون مودت صراطی است که ما رو مقصد میرسونه، راهی است که ما رو مقصد میرسونه. فرمایشات پیامبر راجع به امام مجتبی علیه السلام و سیمای امام مجتبی در قرآن، شما مثلا آیه تطهیر رو ملاحظه بفرمایید، آیه مباهله رو ملاحظه بفرمایید، سوره هل اتی رو و بسیار از سوره های قرآن که در رابطه با امام مجتبی علیه السلام نازل شده، این دیگه مثل روز، مثل خورشید روشنه، کسی باید دنبال حقیقت باشه. فرمایشات پیامبرم که خود اهل سنت نقل کردن، بله، انتما امامان ولی امکما الشفاعه، شما امامید، شفاعت حق مادر شماست. الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، حسن و حسین امامن، چه مثل امام حسین قیام کنن چه مثل امام حسن قیام نکنن، هر دو امامن. قیام نکردنشون هم امامه، قیام نکردنشون هم شما باید پیروی کنید، باید معموم اون قیام نکردن باشید. یا اینکه عرض کنم سبت‌های هازان سیدا شباب اهل الجنه، این دو فرزند من، دو سبت من سید و سرور جوانان بهشتن، اینها سبت منن، اینها فرزند. از این روایات خیلی زیاد داریم. در زندگی امام مجتبی علیه السلام هم فضائل حضرت انقدر زیاده که ما فقط میتونیم بگیم که در زمان خودش امام مجتبی علیه السلام از هر حیث بی‌نظیر بود، از حیث عبادت، از حیث بخشش و جود و صفا و حلم و بردباری، از حیث شجاعت. کمتر راجع به شجاعت امام مجتبی علیه السلام صحبت شده، در حالی که گوشه های از شجاعت امام مجتبی علیه السلام در جنگ صفین خودشون نشون داد که امیرالمومنین به هم ریخت. متن نهی بلاغه این هست که املکو انی هذا الغلام لا یحدنی، جلو این جوانو بگیرید من داره به هم میریزه. و انی انفس بهذین یعنی الحسین علیه السلام لعلا ینقطع نسل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بهما، من نسبت به این دو تا جوان، نسبت به اینها خیلی حساسیت دارم، نمیخوام نسل پیامبر قطع بشه، برید جلوشو بگیرید، ندارید حمله بکنه. شجاعت امام مجتبی علیه السلام، اون حلم و بردباری امام با همه عظمتی که داشت، از هر زاویه که انسان نگاه میکنه میبینه که امام مجتبی علیه السلام در اوجه، در کمالات انسانی، یعنی مظهر تام اسما و صفات خدا رو انسان، مظهریت تام رو در امام مجتبی علیه السلام مشاهده میکنه. میخوام در یک کلمه فقط بگیم که امام مجتبی رو چطور در فضائل و مناقب معرفی کنیم. باید هم فرمایش پیامبر رو عرض کنیم که فرمود انت سید، تو سیدی،
امام مجتبی علیه السلام سید بود، جانم. به تمام معنا سید بود، سرور از هر حیث، فقط سرور جوانان اهل بهشت نیستن، سرور همه انسان‌های نیکوخواه و نیکخواه و نیکاندیش و خلاصه چهره حسن، خلق حسن، روش حسن، تجسم حسن بودن رو شما در امام مجتبی علیه السلام مشاهده میکنید. حالا من چند جمله عرض میکنم از برخی از فضائلش. مثلا فرض کنید که وقتی حضرت خواست به عبادت بیسته، چشمش که به آب میافتاد رنگش میپرید. الله. وقتی که وضو میگرفت میآمد به نماز که میایستاد بدنش مثل بید میلرزید، مفاصل بدن شروع صدا میکرد بر اثر لرزش. گفتن آقا جان وضو گرفتن کاری نداره، نماز خوندن کاری نداره. فرمود که میدونید میخوام در مقابل اون خالق با عظمت عالم بایستم، سزاواره که انسان یه چنین حالی بهش دست بده. امام مجتبی علیه السلام وقتی قرآن که میخون، اون سقاهای مدینه که آب می آوردن میفروختن، مشک به دوش وامیستادن به صدای امام مجتبی گوش میکردن. انقدر صدا زیبا بود، انقدر دلنشین بود که اینا دلشون نمیومد برن. یه موقع امام نگاه میکرد میدید کوچه بند اومده، خیابون مثلا کسرت اینا بند اومده، رفت داخل که راه باز بشه. اینا جا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا. اجازه بفرمایید آقا یه فرصتی بگیریم مجددا برگردیم و در فضائل و مناقب آقا جانمون امام مجتبی علیه السلام نفس بکشیم و انشالله که به مدد مادرشون دستگیر هممون باشن انشالله، به برکت دعای مستجاب. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی که از همتون قبول باشه. داریم محظوظ و مست فیض میشیم از آیات قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام از لسان حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای محمدی شهرودی عزیز. حاج آقا خیلی در روایات اگر غرق بشیم و بخوانیم و بشنویم، میخونم و قال علیه السلام لو کان العقل رجلا لکان الحسن، که این در واقع راهبری آقا جانمون امام مجتبی و نقش راهبردیشون در احیای دین جدشون رسول مکرم اسلام زبان زد خاص و آمده و گواه تاریخ. بشنویم از لسان شما. من کاغذ شوم همون شعر باید بخونیم که کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. بله. اما خب راجع به این تواضع و فروتنی، امام مجتبی علیه السلام 25 بار پیاده خانه به زیارت خانه خدا رفت. مرکب ها و اون وسایل نقلیه اون زمان فراوان، ولی حضرت سوار نمیشد. میگم من با پروردگارم عهد کردم به احترام پروردگارم پیاده برم و گاهی پا برهنه. توی که از سفرها سعد بن ابی وقاص اومد خدمت امام مجتبی عرض کرد که شما پیاده میشید، کاروان هم به احترام شما همه پیاده میشن. تو کاروان پیرزن هست، پیرمرد هست، ناتوان هست، بچه هستن، اینا نمیتونن پیاده برن. شما سوار شید تا اینا به زحمت نیفتن، اونا هم سوار شن. فرمود ما اهل بیت فاصله میگیریم، ما بنی هاشم جدا میشیم از کاروان، میریم از بیراه میریم تا مردم راحت باشن، ولی من عهد کردم پروردگارم. این تواضع نسبت به پروردگار و این عبادت ها 3 بار ایشون اموال خودش رو نصف کرده، حتی نعل به نعل. خیلی حرفه. یه مقدار در تا این مسئله میشه بیشتر توضیح بدید؟ هر چه حضرت داشت از وسط نصف کرد، نصف در راه خدا داد. این رو فریقه نقل کردن از مسلمات تاریخ زندگی امام مجتبی علیه السلام. و به نظرم یکی از بزرگترین کاری که امام مجتبی علیه السلام کرد که این کارش باعث حفظ اسلام ناب شد. بنی امیه غرضشون نابودی اسلام بود، مثلا اسلام رو ریشه کم بکنن. میگم من تا اسم پیغمبر رو دفن نکنم اصلا نخواهم نشست. دفنن دفنن دفنا. من میخوام اسم دفن کنم. قدرت هم داشت. امام مجتبی علیه السلام اسلام رو حفظ کرد، اسلام ناب رو حفظ کرد. اگر صلح ساباس نبود، اون قیام با شکوه عاشورا هم نبود.
این در واقع امام مجتبی زمین سازی کرد برای اون قیام با شکوهی که امروز همه در کنار این سفره پربرکت نشستند و بهره میبرن از اون قیام با عظمت امام حسین علیه السلام. یکی از نمودهاش همین زیارت همین راهپیمایی اخیر بود. یکی از اون شعاعهای اون خورشید نورانی است که امام حسین علیه السلام ایجاد کرد. امام مجتبی زمین سازی کرد. امام مجتبی اگه صلح نمی‌کرد، جنگ و ادامه میداد، همه بنی هاشم و اون معدود شیعیانی که داشت، مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشادشون تیپ شناسی سپاه امام مجتبی رو معرفی کردن. 5-6 تیپ. مثلا یه عده خوارج بودن که اینا به هر قیمتی می‌خواستن با معاویه بجنگن، ولی دشمن امام مجتبی علیه السلام بودن، چون که پدر امام امیرالمومنین به شهادت رسوندن همینا. بله. یه عده از طرفدار بنی امیه بودن که ستون پنجم بنی امیه تو سپاه امام مجتبی بودن. یه عده اون پیروان رؤسای قبایل بودن که از خودشون موضعی نداشتن، رئیس قبیله میرفت اون طرف، اینا میرفتن. مثلا 12,000 نفر نیرو رفتن اون طرف، خاطر اینکه رئیس قبیله معاویه خریده بود. یه عده شکاک بودن، بین خارجی شدن و نبودن مونده بودن، و یه عده معدودی هم اینها شیعیان خالص مولا بودن که امامت امام را قبول داشتن و اینا تعدادشون خیلی کم بود، مثل حجر بن عدی، مثل عمرو بن حمق، مثل اون سعید بن قیس همدانی از این دست، یا قیس بن سعد. اینا خیلی کم بودن. اوج مظلومیت حضرت نشون داد در زمانه. حالا امام مجتبی علیه السلام به جنگ ادامه میداد، برای خودش خیلی خوب بود. یه نصف روز می‌جنگید به شهادت می‌رسید، تموم. ولی 10 سال خون دل خورد، 10 سال پای منبر نشست، به پدرش، به خودش، اون خطبای مزدور اهانت کردن، ولی امام این جام زهر رو سر کشید که اسلام بماند. به نظرم شاهکار امام مجتبی علیه السلام به تابعیت از جدش پیامبر همون صلح سابات بود. اون صلح خیلی در حفظ اسلام، همون که عرض کردم، اگر صلح سابات نبود کربلای هم نبود. بله. دقیقاً مطلب اینجوری است. و این از خود گذشتگی امام مجتبی علیه السلام بود. برای او خیلی راحت بود، اون فرد شجاع، اینکه معاویه مرتب پیشنهاد صلح میداد از ترسش بود، چون ضرب شست امام مجتبی را در صفین و جاهلیه دیده بود. و برای امام خیلی راحت بود که یه نصف روز بجنگه و شهید بشه، تمام شد. ولی این کارو نکرد. و حالا اون علل و عوامل صلح خودش یک فصل مهم و توجهی هست. اون شرایطی که امام مجتبی علیه السلام کرد، یعنی اون مفاد صلحنامه هم خیلی جالبه. همه راه ها رو بست. امروز کسی بخواد انصاف داشته باشه، بره خدمت تاریخ، بخواد بره سراغ تاریخ، میبینی که امام مجتبی علیه السلام کاری کرد کارستان. میدونست معاویه عمل نمیکنه، میدونست، ولی پیمان ها رو با دقت نوشت و که به تاریخ بمونه و بعدها از همون اسناد استفاده میکردن اهل بیت علیهم السلام. خود امام مجتبی علیه السلام وقتی که گاهی بعضی از پیروان اهل بیت رو تحت تعقیب قرار میدادن، میگفت این خلاف اون صلحی که ما کردید، که از شرایط صلح ما این بود که هیچ این کاری معاویه نکن. خلاص این که نقض پیمانه خودش یک سند محکمی بود، یعنی در واقع مفتضح کرد، شخصیتی رو رسوا کرد، اونم با دست خودش. معاویه وقتی که پیمان امضا شد، اومد رفت تو مسجد جامع کوفه رو منبر، گفت مردم کوفه، مردم عراق، من با شما به خاطر نماز نمی جنگیدم، شما اهل نماز بودید، به خاطر روزه نمی جنگیدم، من به خاطر قدرت می جنگیدم، می‌خواستم بر شما قدرت پیدا کنم، بر شما حکومت پیدا کنم. حالا هم به هدف خودم رسیدم و با حسن ابن علی شرایط و پیمانی بستم که همش زیر پامه، هیچ کدام عمل. کسی که در حالا کیاست و در شیطنت کم نظیر بود معاویه، اینجا خودشو کاملا رسوا کرد. این خلاف قرآن، خلاف منطق، خلاف عقلانیت، خلاف انسانیت. میگه من پیمانهایی که بستم به هیچ کدام عمل نمی‌کنم. این نتیجه، البته نتیجه سوره امام مجتبی علیه السلام خودش یک فصلی است، اینکه جان اون معدود انسان‌هایی که بنا بود اسلام رو حفظ بکنن، مثل امام حسین، مثل بقیه فرزندان امیرالمومنین حضرت عباس دیگران، و حفظ جان اینها. حجر بن عدی وقتی که اومد، امام مجتبی خیلی مظلوم بود. دوستانی که کم نظیر بودن، افرادی مثل حجر بن عدی ما کم داریم. ظاهرا اخیراً که قبرش رو نشر کردن، هنوز بدن بعد صدها سال سالم بود. الله اکبر. ایشون میاد خدمت امام مجتبی علیه السلام، میگه که تو ما را ذلیل کردی، السلام علیک یا مذل المؤمنین. من فرمودم من
شما را ذلیل نکردم. من این کار کردم که جانش تو رو حفظ کنم، تو و امثال تو رو حفظ کنم. جان عالم به فدای ما. اگه این کارا نمی‌کردم تو کشته می‌شدی و تو کشته می‌شدی دیگه شیاطین مطلق العنان بودن، راه براشون باز بود که هر کار می‌خوام بکنه. از دشمن زهر خورده روم خارجی که روم شرقی که مترصد بود به حمله کنه کل جامعه اسلامی نابود کنه، کشور نجات خودش فایده های زیادی داشت. این صلح امام مجتبی علیه السلام که یکی از مهمترینش همون بود که عرض کردم اون نقش آفرینان عاشورا تو این مدت 20 سال تربیت شدن. 10 سال زمان خود امام مجتبی علیه السلام، 10 سال هم زمان امام حسین، 20 سال ابوالفضل تربیت شد، علی اکبر تربیت شد، قاسم تربیت شد. اینایی که در کربلا هر کدامشون در جای خودشون بی‌نظیرن. هر کسی که انسان نگاه میکنه، بنده راجع به واقعه کربلا زیاد نگاه کردم، گویی که یک نمایشنامه است که خدا نوشته، پیغمبر ابلاغ کرده و کارگردانیش هم به امام حسین سپرده شده. همه چیز دیده شده، بهترین نقش آفرینان، بهترین زمان، بهترین مکان، حتی اون دکوراسیون رو هم فراموش نکردن. شما ببینید کربلا با رنگ خون رنگ آمیزی شده. رنگ خون از نظر فیزیکی جذابترین رنگ و ماندگارترین رنگ دیگه. همه چی دقت شده روش. این نقش آفرینان در همین دوره 20 ساله که امام مجتبی علیه السلام اون ترک مخاصمه رو امضا کرد. اینم عرض کنم که اون که در متون معتبر ما مثل همین ارشاد شیخ مفید هست، سلم نیست. صلح در عربی میگن سلم، خود کلمه صلح هم عربیه ولی صلح رو میگن سلم. اون هدنه هست. هدنه این آتش بس. مرحوم شیخ مفید نوشته که امام مجتبی علیه السلام پیمان هدنه امضا کرد با معاویه، فعلا آتش بس بشه تا اگر مردم آماده شدن و اومدن تو صحنه ما دوباره کار شروع بکنیم. البته این اتفاق نیفتاد. خود امام شهادت رسید و مردم هم دیگه آمادگی پیدا نکردن. حالا فضائل و مناقب امام مجتبی علیه السلام که اشاره کردم بیش از این حرف هست، ولی این فضیلتش که کمتر بهش توجه شده، این نقش آفرینی امام مجتبی علیه السلام در حفظ اسلام. همه امامان همه هم و غمشون همین بود. یعنی اگر ما بخواهیم این 250 سال رو که میشه به 3 بخش تقسیم کرد، به 3 مرحله تقسیم کرد، وقتی انسان دقت میکنه میبینه که اون محور اصلی این 250 سال همون حفظ اسلام، تدوین، تبیین، نهادینه کردن، بیمه کردن، از تحریف حفظ کردن، همه این 11 امام تا شهادت امام عسکری که سال 260 باشه همشون همین بود. و امام مجتبی علیه السلام هم این کار رو انجام داد و اسلام رو نگه داشت. در زمان امام مجتبی علیه السلام خب اوضاع سیاسی اجتماعی خیلی وخیم بود. همینطور حاجا اگه تو یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید، فکر کنم زمانمون محدوده. تمام شد وقت؟ بله. بله. ما امشب چون امروز روز شهادت امام مجتبی علیه السلام هم بود، تصمیم گرفتیم که چند جمله راجع به امام مجتبی علیه السلام صحبت کنیم. من کتاب ارشاد رو اشاره کردم، کتاب خوبی است، دوستان مطالعه کنم. به فارسی هم ترجمه شده. یک کتاب اسمش صلح الحسن رازی آل یاسین که حضرت آقا رهبر معظم انقلاب اولین کاری که علمی کردن ترجمه همین کتابه، به فارسی ترجمه کردن این کتاب رو. بنده هم کتابی 40 سال پیش نوشتم تحت عنوان امام حسن علیه السلام مظلوم تاریخ که دیگه الان شاید نسخش نباشه. ما اشاره به فضائل و مناقب حضرت کردیم، فضائل و مناقب فردی مثل عبادت، مثل عرض کنم که جود و بخشش که من دیگه نمونه هاشو نگفتم. تو تاریخ پر از فضائل، از بخشش امام مجتبی علیه السلام پیش من کریم اهل بیت به خاطر اون کرامت های فراوانی که داشت و شجاعت، حلم و بردباری، علم، عبادت. یه اشاره به این بحث کردیم که شاید بالاترین نقش آفرین امام مجتبی علیه السلام، بالاترین فضیلت که سخت بود، همون پیمان صلح بود که امضا کرد. خیلی سخت بود برای امام مجتبی، ولی به خاطر اسلام تحمل کرد، اون امضا کرد و با این کارش اسلام رو بیمه کرد، چنانکه پیامبر با صلح حدیبیه اسلام رو نجات داد. فرزندش هم امام مجتبی علیه السلام با اون صلحش اسلام رو بیمه کرد. بسیار خوب. حاجا دعا کنید. امشب باید متوسل بشیم به حضرت کریم اهل بیت علیهم السلام. یه دعا یادمون بدید که به چشم آقا جانمون بیایم امشب. رب صلی علی محمد و آل محمد. خدا به حق امام زمان علیه السلام، به حق امام مجتبی کریم اهل بیت و برادرش، فرزندان برادرش، پدرش، مادرش، جدش
به حق همه اولیاءت آنچه از خیر و سعادت و بهروزی به همه بندگان صالحت، پیامبر و اهل بیتش و سایر بندگان صالح مرحمت فرمودی. به عزیزان بیننده ما و همه مؤمنین و مؤمنات مرحمت بفرما. هر شر و بدی که از همه خوبان دفع کردی، از عزیزان ما، از دوستان بیننده و همه مؤمنین و مؤمنات، هم وطنی های ما، هم مذهبی های ما، هم دینی ما، مسلمان ها رو برطرف بفرما. در دنیا و آخرت ما ها رو لحظه از قرآن و اطاعت جدا نفرما. اللهم آمین. فرزندانمون نسلا بعد نسلا از بهترین مسلمان ها و پاکترین مسلمان ها مقرر بفرما. عزت و عظمت و سربلندی اسلام و مسلمین رو افزون بفرما. دشمنان دین و نظام مملکت ما، دشمنان رهبر ما، دشمنان جوانهای ما خار و ذلیل و نابود بفرما. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از همه ما خوشنود بفرما. ما ها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعین و منتظرینش قرار بده. در فرج حضرتش تعجیل مرحمت بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حاج خیلی ممنونم از شما، صحتتون دعا میکنیم. خیلی ممنونم مردم امشب متوسل بشید به اون آقایی که آقازاده حضرت زهراست و انشالله که دستگیر هممون باشن. میگه که بنویسید به روی سنگ قبر و به روی کفنم، من حسینی شده دست امام حسنم. انشالله که از همتون قبول باشه این ساعات و این آنات و این دقایق، لحظات ناب استجابت دعا. همه رو یاد بکنید، یادی هم بکنیم از سرداران رشید اسلام، همه اونایی که مردی که واسه این خاک به مقام رفیع شهادت نائل شد. مراقب خودتون باشید، ما از دعای خیرتون محروم نکنید. یا حسن خدایا نگهدار همتون باشه.